سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امروز در شهر زیبای چالوس تو استان مازندران در شمال ایرانیم و میخوایم بریم به قدیمی ترین بازار چالوس به نام بازار روز و اینجا رو با هم دیگه ببینیم. من خودم خیلی این بازار رو دوست دارم چون خیلی حس خوبی بهم میده و هنوز اون شکل قدیمی خودش هم حفظ کرده. تو این بازار میتونید تازه ترین میوه و سبزی ها رو ببینید و بخرید. یه قسمت ماهی فروش هم داره انتهای این بازار که من حتما اون قسمتم بهتون نشون میدم. اینجا هم که سیر ترشی داره و زیتون. به به، جای همتون خالی. این بازار تو نزدیکی پل اصلی چالوسه، یعنی اگه شما به شهر چالوس که برسین باید به خیابون قدمگاه یا جاده شورا بیاین و کلا دسترسی راحتی داره، یا اگه از هر کسی تو چالوس سوال کنید که بازار روز کجاست شما راهنمایی میکنن تا به این بازار برسید. اینجا هم قیمت مثلا آلو بخارا رو گذاشته کیلوی 110,000 تومان یا حدود $3.50 برای افرادی که بهم میگن به دلارم قیمت ها رو بگم. آلو قیسی 210,000 تومان یا حدود $7. گردو هم کیلویی 270,000 تومان یا حدود $9 میشه. اینجا قسمت ماهی فروشا هست که اگه میبینید الان خیلی خلوته به خاطر اینکه ساعت 1 بعد از ظهره. تو این بازار شما میتونید ماهی سفید که یکی از خوشخوراکترین ماهی‌های شمال ایرانه رو ببینید و پیدا کنید که خود صید همون روز دریای خزره. دوستای عزیزم، اینجا قسمت بیرونی بازار چالوسه و این قسمت هم مغازه‌های لباس فروشی داره و هم همونطور که میبینید مغازه‌های ظروف و صنایع دستی و برنج فروشی و مرغ فروشی و کلا مایحتاج روزانه مردم خود چالوس بیشتر از این منطقه تامین میشه.
اگه من زیاد تو این ویدیو توضیح نمیدم و صحبت نمی کنم چون انقدر این محیط دلنشین و ساده است که میخوام شما همین صدای محیط رو بشنوین و لذت ببرید. به به، آخه شما رنگو ببین. این بسته شنده؟ دوستای عزیزم، خیلی ممنون که از ما حمایت میکنید، خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. نظرتون رو راجع به این بازار و این ویدیو تو قسمت کامنت ها برای ما بنویسید. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشین و خداحافظ.